محیدین کبیری سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی را تهدید به امنیت کشورهای عضو آن عنوان کرد. ادعای تجاوز شدن یک زن تاجیک از طرف یک مقام پلیس در خوجند. لط و کوب شدیدی مهاجرت در ولگاگراد. بازداشت یک پزشک تاجیک به دلیل اجرای نادرستی رسالتش. محیدین کبیری گفت هر ملتی که خود را احترام میکند باید سازمان پیمانی عهدنامه دست جمعی را ترک نماید. رئیس پیمان ملی تاجیکستان در صحبت با پیام گفت هر کشور و ملتی که به خود احترام قائل است باید صف سازمان‌های صنعی چون پیمان عهدنامه دست جمعی را ترک کند. این پاسخ رئیس پیمان ملی تاجیکستان در پی اظهار نارضایتی مقامات ارمنستان از بداخلافی‌های این سازمان بیان شد. این نارضایتی ارمنستان به گفته ارمن گریگوریان رئیس شورای امنیت این کشور ناشی از آن است که کرمل نه تنها سلاح‌هایی را که از طرف ارمنستان سفارش شده بلکه آن قسمتی را هم که مبلغش پرداخت شده است ارسال نمی کند. در همین حال محیدین کبیری می گوید سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی بیشتر به یک سازمان پلیسی منطقه‌ای شباهت دارد که به مقامات عالی رتبه خدمت می کند و در حالت کنونی به مقامات عالی رتبه تنها یک کشور یعنی روسیه خدمت می کند. برای مثال زمان حوادث قزاقستان این سازمان به آنجا نظامیان خود را فرستاد. نه تنها نظامیان روس بلکه کشورهای دیگر را هم مجبور کردند این کار را کنند، هرچند شمار آنها سیمفولیکی بود، در حالی که به قزاقستان هیچ خطری از بیرون تهدید نمی کرد. به گفته رئیس پیمان ملی این از آن درک می دهد که قرارها در چارچوب سازمان پیمانی عهدنامه دست جمعی برخلاف آیین‌نامه آن قبول می شوند. کبیری افزود عضو چنین سازمانی بودن برای هر کشوری که خود را مستقل می داند نه تنها هیچ معنی ندارد بلکه می تواند به امنیت این کشورها تهدید کند. سازمان پیمانی عهدنامه دست جمعی یک سازمان نظامی منطقه‌ای است که چند کشوری پساشوروی را با سروری روسیه متحد کرده است. فعلا ارمنستان، بلاروسیه، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان کشورهای عضو آن هستند. یک شهروند تاجیکستان ادعا کرده است که مفتش شعبه وزارت امور داخلی در شهر خوجند از او 30,000 سامانی طمع و همچنین به ناموسش دست درازی کرده است. شهلا دولتوه در صحبت با رادیوی آزادی گفته است دلمراد شادیزاده مفتش شعبه کارهای داخلی در شهر خوجند برای قطع پرونده او 30,000 دلار رشوت خواسته همچنین به ناموسش دست درازی کرده است. این زن به اتهام معاملات با دلار آمریکایی در سال 2022 دستگیر و به 4 سال زندان محکوم شده است. اما اجرای حکم دادگاه علیه شهلا دولتوه به دلیل اینکه او صاحب 3 فرزند است و تا به 8 سالگی رسیدن فرزند خردیش به تأخیر افتاده است. شهلا دولتوه که به خرید و فروش خانه سر و کار داشته است اتهامات علیه خود را رد نموده گفته است هیچگاه با دلار خرید و فروش نکرده است بلکه هنگام بازپس گرفتن 9800 دلار قرضش از عبدولی باقیزاده دستگیر شده است. در همین حال گفته می شود برای قطع پرونده اش دلمراد شادیزاده مفتش شعبه کارهای داخلی در خوجند از او 30,000 دلار رشوت طلب کرده است. او می گوید از بالای این تمجویی مقام پلیس شهر خوجند به دادستانی ولایت سوخت شکایت برده است که در نتیجه اتهامات جدید ویران کردن دخل‌ناپذیری منزل و مانع شدن به عدالت سعودی علیهش اعلان شده است. همین طریق این زن گفته است دلمراد شادیزاده برای ایجاد سبکی در پرونده او از وی 30,000 دلار طلب نموده همچنین در اتاق کاریش به ناموس شهلا دولتوه دست درازی کرده است. دلمراد شادیزاده در صحبت با منبع تحقیق پرونده این زن را تایید اما طلب رشوت و دست درازی به ناموس او را تکذیب کرده است. با این حال شهلا دولتوه با ارسال نامه به مقامات تاجیکستان از جمله دستگاه اجرایی پرزیدنت تلاش دارد که رفتار مفتش و تحقیر و تهمت در جریان تفتیشات بررسی شود. در سالهای آخر در اداره‌های وزارت کارهای داخلی تاجیکستان چند مورد شکنجه گمانبران ثبت شده است. والدان یک خواننده مکتب در رشت ماه اپریل امسال ادعا کردند که ماموران ملیسه او را مجبور نمودند یا به گناه اعتراف کند و یا شمش را بکشد. کانال تلگرامی ما تاجیکانیم با نشر یک ویدیوی کوتاه از لط و کوب یک تاجیکی مهاجر در شهر ولگاگراد روسیه خبر داده است. به اطلاع منبع این مهاجر تاجیک دزد جوانان محلی در یک مغازه را دیده خواسته است از راه نصیحت مانع انجام این عملی آنها در آنجا شود.
اما جوانان بیرون از مغازه منتظر این مهاجر شده و بر محض برآمدن این نفر از مغازه او را مورد لطوکوب قرار داده اند. در همین حال منبع گفته است نفری لطوکوب شده یکی از مهاجران کاری تاجیک در شهر والگاگرد روسیه است که او را با بالغ لطوکوب کرده اند. تأیید مکان و زمان این ویدیو و تاجیک بودن نفری که لطوکوب می شود از طریق دیگر منابع امکان ناپذیر است. اما از ویدیو شنیده می شود که زنان مغازه‌دار از یک همکارشان با زبان روسی درخواست می کنند تا او در را پوشد. این زنها که شاهدی به واسطه لطوکوب یک نفر از سوی 3 نفر دیگر هستند هیچ تلاشی برای دعوت پلیس به جای حادثه نمی کنند. کانال تلگرامی ما تاجیکانیم 2549 نفر عضو دارد و میگوید هدفش پخش اخبار مربوط ورزشی و حجو و خنده می باشد. گذشته از این در چندین مورد طی گزارش های ثابت لطوکوب کارگران مهاجر از کشورهای آسیای مرکزی در روسیه تایید شده است. مدافعان حقوق کارگران مهاجر این قشر را در روسیه از زمره افراد بی حقوق ترین می‌دانند که مورد لطوکوب افراد محلی و همچنین تمجیعی و تهمت مقامات پلیس روس قرار می‌گیرد. یک پزشک جراح در شهر دوشنبه به اتهام اجرای نامطلوبی رسالتش بازداشت شده است. به اطلاع دادستانی شهر دوشنبه جراح مرکز شهری یاری تجاری طبی عبدالرسول حاجیف را با اتهام رسانیدن به مرگ بنابر نامطلوب اجرا گردیدن وظیفه کسبی بازداشت کرده اند. عبدالرسول حاجیف در مرگ سیوینچ شکوراوی 17 ساله یک ساکن شهر دوشنبه متهم می شود. دادستانی گفته است خلاصه کارشناسان 16 می سال 2023 آماده و به پروکراتور پیشنهاد گردیده طبق آن سبب مرگ نابالغ سیوینچ شکوراوا پیدا شدن صدمه آنافیلاکتیکی از محلول دارویی لیدازا بوده است. گفته می شود این دارو از جانب دکتر جراح حاجیف عبدالرسول محمدیویچ به ضرورت تعیین و گذرانیده شده است. دادستانی می افزاید به طور نامطلوب اجرا نمودن وظیفه های کسبی از جانب دکتر جراح حاجیف منجر به مرگ سیوینچ شکوراوا شده است. به اطلاع دادستانی در نسبت عبدالرسول حاجیف پرونده جنایتی با علامت های ماده 129 قسم 2 کادکس جنایی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده نسبتش چاره پیشگیری در نمودی به حبس گرفتن تطبیق کرده شد. قبلا مراجعه شاعره ظهورова یک ساکن شهر دوشنبه به پسر و دختری رئیس جمهور رستم امامعلی شهردار پایتخت همزمان رئیس مجلس ملی مجلس عالی و آزاده امامعلی راهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان در پی مرگ دختر سیوینچ شکوراوا در فیسبوک نشر شده بود. مادر سیوینچ در نامه خود نوشته بود که دخترش یگان بیماری نداشت و تنها بعد تعیین و گذرانیدن محلول لیدازا از جانب دکتر عبدالرسول حاجیف حال او یک بار بد شده دیرتر به هلاکت رسید.